فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده از مشهد پرسیدن که میخواستم بدونم آیا این که میگویند 4 پیامبر الهی به نامهای حضرت عیسی، خضر، ادریس، الیاس علیهم السلام هنوز زنده هستند درسته؟ و آیا از نظر اهل سنت این موضوع صحت دارد یا خیر؟ در مورد بقیه پیامبرانی که نام بردن خضر و الیاس بقیه این مطلب صحت نداره، فقط در مورد حضرت عیسی علیه السلام این صحت داره. خداوند متعال ایشون رو به آسمان بردن و صراحتا در قرآن قتل حضرت عیسی علیه السلام را نفی کرده و ما قتلوه، یقینا کفار یقینا و در واقع حضرت عیسی علیه السلام را نکشتند و ما معتقد هستیم بنابر روایات صحیحی که در این زمینه وجود داره. مثلا در سنن ابو داود روایتی هست که حضرت عیسی علیه السلام در آخر زمان باز میگردند و بر شریعت رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل میکنند، 40 سال در دنیا باقی میمانند و نهایتا فوت میکنند و مسلمانان برایشون نماز جنازه رو میخونند و این عقیده اهل سنت و الجماعت درباره حضرت عیسی علیه السلام.